سلام، از دل وانستدارا به پیج خودتون خوش اومدین. انشالله همیشه لباتون خندون و دلتون شاد باشه. از دلم با فال عنصر در خدمتتون هستم. این سری عنصر خاکه، واقعا ازتون سپاسگزارم. از دید من دور نیست که واقعا پستتون 30,000 تا بازدید داشته، لایک های زیاد و کامنت داشته. برای همین دوستان یه فال ویژه براتون بگیرم. عنصر خاک میشه شامل ماهای اردیبهشت، شهریور و دیماهی‌های عزیزم. با فال قهوه و افتر تاروت براتون انجام میدم. عزیزای دلم، قهوه رو خوردم، به نیتتون برگردوندم. هر نیتی دارین شما نیت کنین، مالی، احساسی، کاری، هر چی که هست نیت کنین. من هر چی که براتون ببینم بهتون میگم از دلم. اولا که برای یه سریاتون دارم میبینم که یه پیام از سمت کائنات براتون میاد که مشکلاتی که تا الان تحمل کردی یه جورایی دلیلش رو متوجه میشی که چرا این مشکلات اصلا داشتی تا الان تحمل میکردی. تازه از خدا یه جورایی سپاسگزاری میکنی بابت این شرایطی که برات پیش آورده. میبینم که یه انرژی عالی از سمت کائنات، یه خوششانسی عالی دارم میبینم از جایی که فکرشو نمی کنی وارد زندگیت میشه، به صورت یه معجزه برات هستش که دارم میبینم که این معجزه خیلی برات بزرگه. بهترین های این فال ایشالا شامل کسانی بشه که این انرژی خانی که براتون دارم میگیرم برای دوستانتون بفرستین، لایک کنین، کامنت بذارین، کامنت های زیبا و زیاد بذارین و سیو کنید. براتون دارم میبینم که اگر این کارها رو انجام بدین تو چرخه کائنات هستین و بهترین های انرژی خانی شامل حالتون میشه. برای یه عدتون میبینم که از ته دل خدا رو شکر میکنی و از خوشحالی اشک میریزی، یعنی یه خوشحالی بزرگی برات پیش میاد که اشک میریزی. یه دودلی داری، یه دوراهی موندی. دارم میبینم این دودلی تا دو بعد دیگه اگر درد داری، آسیب داری، مشکل برات پیش اومده، دارم میبینم این شرایط اوکی میشه تا دو وعده زمانی دیگه. میتونه تا نهایت دو ماه دیگه باشه، میتونه 2 هفته دیگه، 2 روز دیگه باشه برات پیش بیاد، از دلم دوم ماه باشه. برات دارم میبینم که کسانی که مشکل احساسی دارن یا با افراد خانواده یا میتونه کیس احساسی یا دوستی مشکلی دارین، کات شدین، میبینم که از آبان ماه اون طرف مقابلتون، اون دوستتون، اون پارتنرتون یا شخصی که تو خانواده هست یه جورایی تغییراتی درونش پیش اومده. انگار به بعضی اشتباهاتش یه جورایی پی برده، یه جورایی انگار کارمای کاراشو پس داده تا الان، انگار احساس میکنه براش کافیه دیگه. امکان داره به سمتتون بیاد. اگه به سمتتون بیاد شما قبول میکنید؟ دارم برای بعضیاتون میبینم این کارو میکنین، قبول میکنین و اون طرف به سمتتون میاد، ولی بعضیاتون قبول نمیکنین این شرایطو و به گذشته بازگشت ندارین. کسانی که تو گروه اسمیشون میتونه حروف الف داشته باشه، ب داشته باشه، دال داشته باشه، ی داشته باشه، خ داشته باشه، ج داشته باشه یا ت داشته باشه، 2 تا از این حروف رو داشته باشه یا لام داشته باشه، دارم میبینم که بازگشت داره و براتونم خیلی خوبه. خودتون مغرورین و یه جورایی نمیخواین از غرور خودتون عقب بکشین. بعضی جا هم خیلی حق دارین، این غروری که دارین حق دارین، من میبینم حق با شماست، ولی طرف مقابلتون از شما لجبازتره. یه جورایی اگر میخواین بازگشت داشته باشه کوتاه بیاین، نه این که شما به سمتش برین. این شرایط تو شرایطی که هستین وقتی که میاد سمتتون دعوایی یا بحثی نکنی، ادامه ندین. برات میبینم اگر این کارو بکنی امکان داره بعضی جاهاش تو 100 تو گذاشتی براش و انتظار بیش از
اینم داشته باشی، حق با تو هم باشه. اون بچگی کرده، دارم میبینم طرف مقابل دیده بچگی کرده، دلت ازش پره، دارم میبینم این بچگی کرده، این شرایطی که برات پیش اومده تو براش جنگیدی، برای این زندگی جنگیدی. اگر سرتو گوشی جنگیدی به خاطر سنگینی که زده شده. میتونه این سنگینی از طرف آشنا، دوست، کسی باشه که سر سفرت نشسته باشه، بهتون خیلی نزدیک باشه، همخون باشه، براتون زده شده عزیزم، که این شرایط تو هر چقدر براش جنگیدی رو به اوکی شدن نرفته باشه. اگر میخوای این شرایط اوکی شه 100% باید پاکسازی انجام بدی. دارم میبینم اگر عنصر آتیش یا خاک باشه به اشتباه خودش بعد از برگشتن اعتراف میکنه، به شرط اینکه سنگینی تو حتما برطرف کنی. از نظر کاری یا تنها بودنت دارم میبینم که هم یه جورایی ناراحتی، غم تو دلت، ناراحتی، حال خوبی نداری. میبینم که یه چیزایی داره تو فصل جدید کنار میره. این شرایط ناراحتی، غم، تنهایی، شرایط کاری بد تو فصل جدید داره کنار میره و یه شرایط عالی برات شروع میشه. تو بهمن ماه یه خبرهای خوبی 100% میشنوی، یا از یه بهمن ماهی 100% خبرهای خوبی داری. دارم برات میبینم که خانومی برات دعا میکنه، کاری انجام میده، قدمی برات برمیداره که 100% عالیه این شرایط. برای یه عدتون میبینم یه کار دادگاهی دارین، کار دادگاهیتون به نفع شما تموم میشه، یه پول خوبی دستتون رسیدن داره از دلم، یه جورایی 180 درجه شرایط زندگی تغییر کردن داره. از کسی که نون تو حروف اسمش داره دارم میبینم که خبرهای خوشی به گوشت رسیدن داره. از کسی که تو اسمش داره میتونی یه ناراحتی داشته باشی، یا قبلا ناراحتی داشته باشی که رو به برطرف شدن باشه. برای یه عدتون دارم میبینم زندگی داره حلزونوار جلو میره، ولی این شرایط رو به اوکی شدنه. یعنی دارم میبینم که این شرایطی که منتظرشی انگار تیری به هدف خوردنه، یه پول خوب به دستت رسیدن دارم برات میبینم. یه جورایی انگار پاهاتو دراز کنی، انگار آسوده و خیال راحت داشته باشی. حواست به پولی که دستت میاد باشه. دارم میبینم خرید چیزی برات افتاده که این خرید برات عالیه. از کسی که تو حروف اسمیش میتونه مثل رضا، محمد رضا، علی رضا یا سید یا همچی اسمی داشته باشه، اگه قرار کاری برات انجام بده، سید دال داشته باشه، اگه قراره برات کاری انجام بده، برات دارم میبینم حله زده، یعنی 100% این کار برات انجام شدن داره از دلم. برای یه عدتون دارم میبینم از حسن نام یا حسین نام یا علی نام خبر خوش به گوشت رسیدن داره، یا عیسی نام خبر خوش به گوشت رسیدن داره. دارم میبینم که اگر جابجایی میخوای انجام بدی 100% جابجایی برات عالی افتاده. اگر نیت ازدواجی داریم، من دارم میبینم نیت ازدواجی برای بعضیاتون سنگینی دارین، سنگینی برطرف بشه 100% ازدواجی رو دارین. اگر کسی رو دیدار میخواین داشته باشین، من دیدار میبینم، زیر سقف رفتن رو دارم برای بعضیاتون میبینم. کسی که تو حروف اسمش 2 میم داره، تا 2 وعده دیگه یه خبر خوشی از سمتش دریافت میکنی، یا کسی که تو شماره تلفن 6 داشته باشه، تا 2 وعده دیگه یه قدمی براتون برمیداره. میتونه این قدم مالی باشه. برای یه عده‌تون دارم میبینم خرید خونه افتاده، یا خرید خونه‌ای که خارج از شهر باشه براتون افتاده که خوشحالی رو این شرایط دارین. یه شمع حاجت براتون روشن شدن داره که این شمع حاجت تا 2 وعده دیگه است، برات عالی میبینم. یه جورایی میبینم که کائنات چترشو بالای سرت باز کرده، هوا تو داره. اگر پاکسازی انجام دادی، دارم میبینم شرایط روز به روز رو به اوکی شدن میره، یعنی سال جدید برات رو به اوکی شدن هستش.
ولی اگر پاکسازی انجام ندی 100% باید پاکسازی رو انجام بدی که شرایط رو به اوکی شدن بره. از دلم برای یه عدتون دارم میبینم مرغ آمین برات افتاده که دقیقا اگر خواسته ای دارین کلمه عشق بالاش نوشته شده، خواسته دلت رسیدن داری، به هدف زدن داری. دارم برای یه عدتون میبینم که توی ناحیه گردن ستون فقرات درد افتاده. اگر درد داری مراجعه به دکتر داشته باشین که براتون میبینم اگه مراجعه به دکتر داشته باشین این شرایط براتون حل شدن داره. اگر به کسی نی میگین خودتون یه جورایی انگار از اون نگفتن حال دلتون خوب میشه و شرایط رو به اوکی شدن براتون میره. چشم و نظر برات دارم میبینم عزیز دلم، حتما این چشم و نظر برای این چشم و نظر چارقل بکن، اسفند دود کن، حسود دور برات زیاده و یه جورایی دارم به زندگیت حسادت میکنن تا 8 وعده دیگه. اگر شرایط کاری دوم میخوای داشته باشی برات عالی میبینم. یه خانومی که عنصر میتونه هوا رو داشته باشه، دارم براش میبینم خرداد، مهر، بهمن، میتونه خانوم باشه، مطلقه باشه، خیلی مهربونه، یه کمک هایی بهت میکنه، یه راهچایی بهت میده که برات عالی میبینم. کمکی میکنی به کسی، کمکی میکنی، قدمی برمیداری. اگر شرایط مالی بدی داری یا اگر کات شدگی داری تو زندگی تا 8 وعده دیگه خبرهای خوش اگه سنگینی تو رفع کنی 100% به سمتت میاد. تو چارچوب خونت شادی رو 100% داری. خبرهای خوش برای به گوشت رسیدن داره. اگه کسی رو دارین تو اطرافت که منتظر خواستگار هستی یا خواستگار عالی برات میبینم که این خواستگار انگار از سمت خداوند هست براتون. برای عدتون دارم میبینم که اگر قهر هستیم با کسی، 2 نفر توی خانواده یا اطرافیان یا دوستان، دارم میبینم این قهر تبدیل به آشتی میشه و 100% اون چیزی که شما میخواین خواسته دلتون انجام میشه. از دلم برای عنصر خاکی های عزیزم دارم میبینم کسی که روی 3 بعد از قلبشون شکسته است و شرایط عالی ندارن و تو دوراهی قرار گرفتن تا 1 وعده دیگه شرایط رو به اوکی شدن میره و خواسته دلشون برآورده شدن داره. اگر که میخوان چله‌ای بردارین، چله‌ای که برمیدارین یا حسبی الله باشه، حسبی الله و نعم الوکیل رو بردارین تا 40 روزی 100 بار بخونین، اشاره که به خواسته دلتون برسی، اونایی که سنگینیشون رو رفع کردن. عزیزای دلم ممنون که تا این ساعت در کنار من بودی. امیدوارم جواب یکی از نیتاتو گرفته باشی و اون از عنصر خاکی ها واقعا سپاسگزارم. اشاره که بهترین های این انرژی خانی شامل حالتون باشه. ممنون از حمایتتون.